آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 20 اکتبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. صرف نظر از منع صادرات به خارج کشور در تاجیکستان نرخ انگشت بالا رفته است. روس‌هایی که از معرکه سفربری به ارتش روسیه فرار کرده بودند در تاجیکستان کار جستجو می‌کنند. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا می‌کند. فرزانه شوهر و خانه را از دست داد ولی برای خودش کار یافت و دستنگر و محتاج کسی نشد. محتاج نشم، پیش یگان کس گفته پیش یگان کس کردنی کج نکنم. این معاشک گرفتم، دارو و کلمه گرفتم. در اکثر دهات تاجیکستان نیروی برق به ساکنان با محدودیت یا لیمیت داده می شود. بیشتری ساکنان که خانه های خود را با برق گرم می کردند حالا تلاش می کنند واسطه های دیگری گرم کردن را پیدا کنند. در این شب و روز طلبات به انگشت بیشتر شده است. همکاران ما مشاهده کردند که نرخ انگشت در بازارها بالا رفته است. مقامات صادرات آن را به خارج کشور منع کردند ولی ظاهراً وضع اصلاح نشده است. گزارشی برات یوسفی و علیشیر ظریفی در این باره است. تاجیکستان صادرات انگشت را از 17 سپتامبر به خارج کشور موقتا منع کرده است. دلیل این را وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان به تامین طلبات داخلی در فصل سرما و جلوگیری از بالاروی نرخ آن نام برد. در جنبست 7 ماه سال 2022 از جانب 6 کارخانه ساحه زیاده از 308,000 تن انگشت صادرات کرده شد. انگشت تاجیکستان با نرخ از 40 تا 80 دلار برای یک تن صادر می شود. با وجود منع صادرات، قیمت انگشت در کانهای تاجیکستان رسما 20% بالا رفته است. اما تاجران میگویند وابسته به صفت انگشت افزایش نرخ از این هم بالاتر است. نرخ نباشه این سال گذشته یک 200 سوم قیمت شده گرده سر تونش ده. اون سال یک سومون میفروختیم یک کیلوشه، این سال یک سومون و 20 درم فروختیم. از حساب سوزشواری قیمت شده. راه در این سال ترازوی ایرلیس هم قیمت تر شده گیه. همون حساب هم میگن دلار نیست، ما خودمون دلار نداریم. مثلا همجا قبول میکنیم میفروشیم، همجا لیمچه میکنیم. مثلا 100 سوم سر تونش رسخو داریم. یا سومون 30 درم یا لیمچه خولی را میخریم. مثلا یعنی بچه‌ها دا میتیم. مثلا اون سالی پیشتر 50 سومون دا بچه‌ها کار میکردن، این سال 100 سومون دا. مثلا همه چی قیمت شد کو. بالاروی قیمت انگشت قابلیت خریداری ساکنان را که یک سوزشواری اصلی مخصوصا در دهات به شمار می رود کم کرده است. سال‌های پیش 900 800 گرفتگی هستیم. این سالا باشد این 1200 نگران باشه. یک تن انگشت در کانهای تاجیکستان وابسته به صفتشان از 280 تا 600 سومون نرخ دارد. طلبات سالانه تاجیکستان به انگشت در سال جاری 2,753,000 تن مقرر شده است که حالا نزدیک 2 میلیون تن استخراج کردند. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغول است. ذخیره‌های کشف شده انگشت در قلمرو تاجیکستان 4 میلیارد تن گفته می شود. و ضمناً نرخ بلیط پرواز از روسیه به کشورهای خارجی از 21 تا 31 اکتبر امسال پایان رفته است. خبرگزاری اربیکای روسیه گفته است که پس از اعلان سفربری یا موبیلیزاسیون به ارتش در ماه سپتامبر نرخ بلیط ها به خارج چند برابر بالا رفته بود. به نوشته این خبرگزاری نرخ پرواز هواپیما از روسیه به سمت تاجیکستان 16% پایان رفته است که این تقریباً از 27,000 روبل تا 33,000 روبل را تشکیل می‌دهد. اولی همین هفته جسد یک سرباز تاجیک را از قسم نظامی ناحیه مرغاب ولایت بدخشان آورده به پیوندانش سپاریدند. شاهرخ محکموی 19 ساله یک سال پیش به ارتش سفربر گردیده بود و میبایست باز یک سال دیگر خدمت میکرد. مسئولان کمیسریت حربی گفتند که این سرباز از بیماری درگذشت ولی نزدیکانش نظری دیگر دارند. آنها به رادیو آزادی مراجعت کردند و خواستار تحقیق این قضیه هستند. همکار ما محمد وفا رحمتزاده در این باره گزارش میدهد. خانواده محکموف ها در دهه روات نو شهر کانی بادام ماتم دارند. روز 18 اکتبر
تنی به جان فرزند این خاندان را از سردخانه دوشنبه آوردند. شاهرخ محکموف چند ماه اولی عسکری در ولایت ختلان و 6 ماه اخیر در ناحیه‌های بلندکوهی منطقه پامیر خدمت می‌کرده است. سپردن یک 6 تمی چند کس اومد 6 کسمی 5 کسمی نمیدونم یک ماشین کتی افسرهای سالدات‌های کسل شد همین خیلی کسل شده گذشت. پیوندانش هم میگویند که اصلا به ارتش بردن شاهرخ نادرست بود و روز 10 اکتبر سال گذشته و در زادروز 18 سالگیش مجبوری به کمیساریات حربی برده شد و گفته نزدیکانش به غیر از بیماری مرگ شاهرخ سببهای دیگر هم داشته است. اوغالچم آخرگه بیت اون چالک مزاس بومگان. وقتی آخر سلامتی پسرم بد شده است. درد گلو و دلش زیاد و هم بسیار نفس تنگ شده است. می گفت که مناسبت در جای خدمت خوب نیست. پسرم را دیگران لطوکوب کردند و من فکر می کنم که و از بیماری خودش وفات نکرده است. او را دیگران کشتند. اوغلم وز مثلا ول مرد. اوغلم ده او رو بولدرده. نزدیکان شاهرخ محکموف طلب دارند که مرگ او همه‌جانبه سنجیده و گناهکاران یافت شوند. فوت یک سرباز تاجیک در قسم نظامی در حال است که 3 هفته بعد موسم تیرماهی سفربری جوانان سین دعوت به ارتش تاجیکستان جریان دارد. مقامات همواره میگویند که جوانان بیمار یا عذردار به عسکری بردن نمیشوند، ولی همیشه معلوم می شود که واقعیت چنین نیست. همچنین شکایت ها از بدرفتاری در نیروهای مسلح کم نمی شوند. مهاجران روس در تاجیکستان تلاش دارند که برای خود کاری مناسب پیدا کنند. هزاران مهاجر تاجیک پس از اعلان سفربری به ارتش از این کشور فرار کردند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 14 اکتبر هنگام صحبت با ولادیمیر پوتین گفته بود که 30,000 شهروند روسیه به تاجیکستان آمدند. شهروندان روسیه اکثرا مقیم شهر دوشنبه می باشند. برخی از آنها گفتند که تاجیکستان را همچون گذرگاه یا کشور ترانزیتی استفاده می کنند. اما برخی دیگر پس از یک مدت زندگی در تاجیکستان تصمیم گرفتند که همین جا شغل و درآمد پیدا کنند. اسکندر فیروز و امیر ایسایف در این باره گزارش دارند. یک قسم روسیگی‌هایی که هفته‌های آخر به تاجیکستان آمدند می‌خواهند در اینجا بمانند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید درخواست شهروندان روسیه برای یافتن کار در تاجیکستان بیشتر شده است. نیکیتا پاتسانوی 25 ساله یکی از آنهاست. او می‌خواهد خانواده‌اش را نیز به تاجیکستان بیاورد. حالا چند پیشنهادی را بررسی میکنم، ولی در روسیه من در ساحه نفت و گاز فعالیت داشتم و میخواستم در تاجیکستان چنین شغلم را ادامه دهم. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا میکنم. پیشتر معاش کم روزهای آمده را نگران میکرد، اما صفیه لانچون میگوید که اینجا خرج روزگار هم زیاد نیست. همه چیز به خود کار وابسته است. حتی اگر سطح معاش پایان باشد هم، ولی کار شوق‌آور و جالب باشد، کمی معاش چندان احساس نمی شود. اما اگر کار شوق‌آور نباشد، حتی معاش بلند انسان را نمی تواند به آن دلگرم سازد. سران درمانگاه دیامید بدون صد به رادیوی آزادی گفتند که چند تن از پزشکان روسیگی برای کار به آنها مراجعت کردند. بانک‌ها و نهادهای دیگر تاجیکستان تلاش دارند که متخصصان فناوری‌های اطلاعاتی را به کار جلب کنند. نظر من همیه که اول همین تاجیک معنای خودمون کار دگیرن نکه، بعد دیگه شهروندان را مقصد گیرن تا یک وقت همین روسان نبودن. اما کارشناسان بر اینند که باید از دانش و تجربه کادرهای بلند اختصاص روسیه با منفعت کار استفاده کرد. اگر یک هفته پیش اینا اومدگی بودن شاید یک هفته استیمو بعد گشته رویم گفته از سبب اون که حاضر دومه دولتی قرار قبول میکند که هر یک شخصی که از در دور موبیلیزاسیون بیرون رفت اونها رو همچون چی میگه خوین صبح کند. برای همینم این کادری که حاضر ایستادن اونها بر نمیگردن اکنون. اونها میایستند
چونکه رفتن به وطن برای آنها شاید اون خیلی حکم گیرند. مقامات تاجیکستان میگوید بیش از همه پزشکان و متخصصان فناوری‌های اطلاعاتی خواستگار کارند. با وجود چنین موردها اکثریت بر اینند که مهاجران روسیایی دور و دراز در تاجیکستان نخواهند ماند. جوانزنی معلول در ناحیه همدانی ولایت ختلان که 3 ماه پیش از شوهرش طلاق گرفته بود تلاش دارد با مهنت خود زندگیش را پیش برد. فرزانه 26 سال دارد و برای عروسان جهاز عروسی آماده می کند. محمود جان رحمتزاده همکار ما به ناحیه همدانی رفت و درباره کار و زندگی این زن گزارش تهیه نمود. فرزانه برای نوروسان بالین‌های همسری می‌دوزد و برایشان آرزو می‌کند خوشبخت باشند. نه مثل او که اکنون 3 ماه باز از شوهر جداست و در منزل تنگی پدر زندگی می‌کند. 1.5 سال پیش شوهر کرد ولی گفتند فرزنددار نمی‌شود. اما دکتر گفته است فرزانه می‌تواند مادر شود. حالا او خودش را می‌خوراند و می‌پوشاند. پول‌های کار کردگی من صرفای نمی زندگی میکنم که نمی محتاج نشم پیش یگان کس گفته پیش یگان کس کردنی کج نکنم. اینا موهاش گرفتم دارو کلمه گرفتم اینا سمویا میاره با اینا موهای دیگه شد دختگی من گرفتم با صرفای زندگیش در همی خونه رفت. با علت معیوبی تنها صنف 1 را خوانده است. آن را هم تا آخر نی ولی هنر دارد. همدیگرانش او را دوست می‌دارند. شیروز میدوزه، خیلی میدوزه، اینا تکسری میدوزه، کرپچه میدوزه. میدوخت آخه همین وشینه تاری چی قطی میدوزه. پرستوی قطی بچوره گلک. با فرزانه هنر دوزندگی را بیبیش آموزانده است. پزندگی را باشد خواهر کلانیش. امروز این هنرها فرزانه را از دست نگری رهانده اند. بغیر از دوزندگی همچون معیوبی گروه دوم ماه 150 سومانی نفقه میگیرد. از درآمدهایش به پدر و مادرش گاهی کمک میکند. میکنه خیلی صبحونش میخره کان میخره یگان چیز خب با 500 برو گلک غریبه میکنه نمیکنه نیا. میگوید که این کلبه برای او تنگی میکند. آرزویش این است که صاحب خانه خود شده محتاج کسی نباشد. آرزو دارم که در پاریس اکم نمانم. اکم به زندگی خودش باشه من به زندگی خودم. خانواده شوهرش که جهاز عروسی او را برنگردانده اند سبب پاشخوری اویله را شهر نمیدهند. فرزانه بیشتر عذابی روحی میکشد. اکنون حکومت محلی از حال او آگاه شده به کمکش دست به کار شده اند. در دوام 9 ماه سال 2022 به بخش کارگزاران با اویله 56 نفر با مسئله های گوناگون مراجعت کردند که از اینها 42 نفر اوید به بحث های اویله می باشد که 6 اویله با بردن کارهای فهماندهی برقرار کرده شدند. خریداران هنر دستان فرزانه را ستایش می کنند اما او به کارهایش نرخ نمی گذارد. کسی چند سومانی دهد او قبول دارد. آدمان از هر کجا به سراغش می آیند. آرزوی دیگری هم دارد که کارگاه باز کند و زنان و دختران مثل خودش را به کار گیرد تا هرگز دستنگر نباشند. ولی برای این جای و مکان ندارد. تنها باور دارد به روزهای نیک و اراده خودش. لیز تراس سروزیر بریتانیا روزی 20 اکتبر استعفا داد اما گفت تا انتخاب رهبر نو به کارش ادامه خواهد داد. و روزی 6 سپتامبر امسال و پس از استعفای بوریس جانسون به این مقام رسیده بود. قبلا تعداد زیادی قانونگذاران خواسته بودند که تراس استعفا دهد. برنامه‌ای که از سوی مأموریت او ماه گذشته معرفی شد باعث ناآرامی مالیوی و بحران سیاسی گردید. این بود خلاصه خبرها. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.